اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به آیت 10 از سوره ممتحنه. خیلی گفتیم در این سوره مسئله های مهمی عقیدوی هست و این چنین مسئله مهمی هست درباره زنها که من خیلی میخواستم شما و علل خصوص مردم تاجیکستان با خبر باشن که پیامبر به زنها تا چه اندازه اهمیت میدادن، در مسائل حتی سیاسی تا چه اندازه اهمیت میدادن و زنها یک چیزی در یک پهلو فقط خدمتگار باش و خدمت کن و اطاعت کن نبود. زنها هم با شخصیت خود، با ایمان خود در رفت دعوت پیامبر، در دولت پیامبر، در شریعت اسلام مکانهای خاص خود را داشته. بیاید ببینیم در آیت 10 الله سبحانه و تعالی میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإیمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. تا همینجا یک بار تفسیر کنیم. خواهران عزیز، پیامبر صلی الله علیه و سلم سال 6 هجری با مشرکین صلحنامه یا عهدنامه می‌بندند و یکی از بندهای عهدنامه این بود که هر کسی که از مکه مسلمان شده به نزد پیامبر می آید، پیامبر او را باید به مکه برگردانند و هر کسی که از مدینه کافر شده، مشرک شده به مکه برمیگردد، او در آنجا میموند، او را بر نمیگردانند. یعنی میدونید که مکه در همان وقت در سال 6 هجری همچون دارالکفر بود، در آنجا سرداری در دست مشرکان بود و دولت پیامبر در مدینه بود. سرداری هم در دست پیامبر صلی الله علیه و سلم بود و در همان سال وقتی با مشرکین عهد و پیمان پیامبر میبندند، یکی چی گفتم از بندهای یا شرطهای آن عهدنامه این بود که هر مردی که مسلمان شده آمد پیامبر باید او را به مکه برگرداند. اما در آنجا گفته نشده بود که آیا زنها هم برمیگردند یا نه، فقط مردها نامش بود. وقتی که پیامبر در همان وقت این صلح را میبندند، در اون وقت خواهرها چند نام آمدگی است مهم. زن از زنهای مسلمه در یکی از روایت ها آمدگی است که نامش سعیده بنت حارث بود، در روایت دیگر ام کلثوم بنت عقبه بود، باز چند نام دیگر امیمه بود در یکی از روایت ها. یعنی یکی از زنهای مسلمان به نزد پیامبر می آید. از کجا؟ از مکه، از دستی شوهر مشرک است، شوهری که بت پرست است، از دستی او گریخته خودش مسلمان شده هجرت میکند به سوی پیامبر و وقتی نزد پیامبر می آید و میگوید پیامبر الله، من به تو ایمان آوردم و من از دستی شوهرم آمدم اینجا. وقتی میگوید کمی نگذشته شوهرش به نزد پیامبر می آید، یعنی در همان روزی که عهد و پیمان بسته بودند. سبحان الله، در همان روزی که عهد و پیمان بسته شده بود و شوهرش میگوید ای محمد، عهد و پیمانی که تو بستی یکی از شرطش این است که کسی از مکه به نزد تو مسلمان شده باید برگردان، این زنی مرا برگردان. پیامبر میگن در آنجا مردها هست، نام زنها نیست. یعنی مرد اگر مسلمان شده باید من برمیگردانم، در اونجا من زن رو نامش رو نگرفتم. این زن مسلمان شده آمد، من او رو بر نمیگردانم. این زن مسلمان شده آمد، من او رو بر نمیگردانم. و اینجا الله چی میگه؟ ای آنهایی که ایمان آوردید، وقتی زنی مؤمنه هجرت کرده به نزد شما آمد از مکه، فامتحنوهن، او رو امتحان کنید. چگونه امتحان کنید؟ در تفسیرش میگویند یکی او ایمان آورده نشود، از دست شوهرش گریخته آمده باشد، یا که به خاطر زندگی خوب به مدینه آمده باشد، یکی از عائله‌اش گریخته آمده باشد. شما چیکار کنید؟ او را امتحان کنید. یک بار هر کس را ایمانش را قبول نکنید، اول او را امتحان کنید. و عبدالله ابن عباس میگن طرز امتحان کردن زنهایی که از مکه مسلمان شده آمدن این بود که پیامبر و مؤمنان به آنها میگفتن که به الله قسم بخور که تو به خاطر بدبینی شوهرت نه، به خاطر زندگی در دیگر شهر نه، به خاطر دنیا نه،
به خاطر الله و رسولش هجرت کردی، به الله قسم خور که تو این هجرتت فقط به خاطر الله و رسول است، به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله است. تو به خاطر شوهر نو کردن و به خاطر بیزار از زندگی پیشترت نکردی. این گونه قسم میدادن. اگر زنها قسم خورن، الله چی میگه؟ فمتحنون، همین گونه آنها رو قسم دهید، برای اینکه بعضی زنها هجرتشون به خاطر الله و رسول نیست، به خاطر شوهر دیگر کردن است، به خاطر زندگی بهتر است. و ببینید که الله چی میگه؟ اول امتحان کنید زنها رو. سبحان الله. همین گونه خواهران عزیز، من در حضره حالت هم میدونم زنهای زیادی هستند که میگویند من مثلا عموما از این شوهر جدا شدن میخواهم به خاطر اینکه بد اخلاق است، چیزی دیگر است. اما یک کفت و کاف میکنید که مسئله بد اخلاقی نیست. این زن یک شوهر دیگر پیدا کرده است یا میدونه در این زمان فتنه با کسی شناس شده است و چیزی دیگر. برای همین زود نباید به یک کس باور کرد. و الله هم چی میگه؟ شما ای مؤمنان یک باره هجرت آنها رو قبول نکرده، بسم الله، اول آنها رو امتحان کنید که آنها قسم بخورن که به خاطر الله و پیامبر هجرت کردن. الله اعلم بی ایمانهن. و الله میگه این امتحان برای فهمیدن شما هست، اما من که یعنی الله من میدانم میگه که ایمان آنها تا کجا هست. ولی به هر حال الله چی میگه؟ باز امتحان کنید. فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الی الکفار. وقتی فهمیدید که یقینا اینها مؤمنه هستند، اینها به خاطر شوهر و زندگی هجرت نکردن، پس آنها را به نزد کفار برنگردانید، آنها را به نزد کافرها بر نگردانید. نه لهن حل لهم و لهم یحلون لهن. اصلا این زنهای مسلمان برای آن کفار حلال نیستند و آن مردهای کافر هم برای این زنهای مسلمان حلال نیستند. و این قاعده در شریعت از خواهران عزیز، زنی مسلمان با یک مرد کافر، حتی آن کافر یهودی و نصرانی باشد، هم ازدواج کردنش حرام است. زنی مسلمان باید با مرد مسلمان ازدواج کند. یعنی هر زنی تاجیکی یا هر زنی مسلمانی که با یک مرد بدین ازدواج میکند، با یک مردی که الله را قبول ندارد، یا اتئیست است یا زردشت است یا مسیحی است یا چیزی دیگر است، نکاحش حرام است، فرزندانش همش از زنا هستند، زندگی و حرام است. الله چی میگوید؟ نه این زنی مسلمان برای آن کافران حلال نیست و آن کفار هم برای این زنها حلال نیست. و اتوهم ما انفقوا. الله میگوید و شما ای مردهای مسلمان و ای امام مسلمانان، ای پیامبر، هر زنی مسلمانی که از دست شوهر مشرکش هجرت کرد و آمد، و میدونید شوهر مشرک در اون وقت که بود پرست ها بودن که ضد پیامبر جنگ میکردن. وقتی که آن زنها شوهر را ترک کرده آمدن، پیامبر میگویند مهری همون زنها رو به همون شوهر کافرش بده. یعنی زنش او را ترک کرده آمد، هر پولی که در جاهلیت حتی مهر بود، در همون وقت مشرکین مکه الله را نمیشناختن اما به زنشان مهر میدادن. قدر زنی مشرکه رو بینید که الله چی میگه؟ همون نفقه هایی که شوهرشون کردن که اینجا به معنای مهر است، بگردونید به شوهرشون بدید، چون زنشون دیگر از او جدا شد. و این یک چی هست؟ یک مردانگی مسلمان ها هست. زنت مسلمان شده آمد به تو حرام است، اما من این مهری که تو به این داده بودی رو دیگر زنگه. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. و ای مردهای مسلمان، وقتی این زنهای مسلمان شده از مکه گریخته آمدن و کلا عده‌اشون گذشت، یعنی عده زنی که حیض میبیند چند بود؟ 3 حیض شدن، اگر حامله باشه تولد کردن، اگر عموما حیض نمیبینه 3 ماهی عادی. وقتی عده‌اش گذشت شما میتوانید مردها اینها رو به نکاحتون گیرید، مادامی که عده‌شون گذشت و شوهر ندارن. اما الله چی میگوید؟ ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. اگر مهر آنها را دهید، یعنی تو مهر زن را ده و او را به نکاحت گیر اگر خواهی، برای اینکه عده‌اش گذشت او دیگر زنی آزاد است. ولا تمسکوا بعصام الکوافر. و چی میگوید؟ ای مردهای مسلمان، شما هم کافره ها را نگیرید. یعنی تو هم ای مرد مسلمان برایت حرام است که زنی مشرکه گیری. البته وقتی که زنی مشرکه یا کافر آمد، در سوره مائده میدونیم که الله چی میگوید؟
آنهایی که از اهل کتاب و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم و این چنین زنهای پاکدامنه که اهل کتاب هستند از یهود و نصرانی ها برای مرد مسلمان حلال است، اما اهل کتاب پاکدامنه که به زنا دست نمیزند و در دینش ثابت است. و من چندین بار گفتم که آیا امروز پیدا میکنید مسیحی زنی که در دینش پایدار است؟ مسیحی ها عرق خورده همه کار کرده میگردن، مسیحی زنهای در دینشان پایدار همه بدنشان رو پنهان میکنن. منشکه های رو میبینید که دیگر همش پنهان میگرده داره، اونها به زینای برعلا در همه جا نمیگردن. و الله هم همین گونه پاکدامن زنهای مسیحی و یهودی را حلال کرده است. نه اینکه هر یک مینیوب کپوش را تو روی بگویی این مسیحی است او برای من حلال است. و اینجا الله چی میگوید؟ و مشرک زنها هم برای شما ای مردهای مسلمان حلال نیست. و امام قرطبی میگویند در همان وقت در مکه حضرت عمر 2 زن مشرکه داشتند که هر دویش را طلاق میدهند. باز چند صحابه های دیگر زنهای مشرکه خود را طلاق میدهند که دیگر مرد مسلمان هم برای با زن مشرکه زندگی کردنش حرام است. و البته چه خیلی که گفتیم، اما یهودی و نصرانی که در دینش ثابت است که او دیگر به حرام دست نمیزند و میدونید اونهایی که در دین خود ثابت هستند این کارهایی که امروز به نام نصرانی ها میکنن نمیکنن حلال است. در دوامش الله میگوید واسالوا ما انفقتم ولیسالوا ما انفقوا. وقتی که شما از زنهای مشرکتان جدا شدید، شما هم میتوانید بگویید که مهری که به تو دادم به من برگردان، من با تو دیگر زندگی نمی کنم. و آن مردهای مشرک هم که زنشان به مسلمان شده آمد، آنها هم میتوانند حقی که به زنشان داده بودن بگیرند. و در دوامش الله میگوید ذالکم حکم الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. و این حکم الله هست و الله چه است؟ علیم حکیم است. و این حکم الله هست و الله علیم حکیم، یعنی در هر کاری که شمایان میکنید دانا هست، با خبر هست و در این قانونهایش حکیم است. در دوامش در آیت 11 یک دقیقه الله میگوید فإن فاتکم شیء من ازواجکم الی الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. یکی از شما ای مسلمان ها اگر زنهایتان به طرف مشرکین رفت و شما مهرتان را گرفته نتوانستید، یعنی برای اینکه مشرکان عهد و پیمان ندارند، هرگز به تو من مسلمان زند به نزد ما آمد این پول رو گیر نمیگویند. یکی از بین شما یگان نفر زنش مشرکه شد، مرتد شد و از دست مسلمان ها رفت به نزد کفار و شما نتوانستید پولی دادتان را گیرید، در این وقت از بیت المال به این مرد پول بدید. یعنی هر مردی که پولی مهری به زنش دادهش را گرفته نتوانست، هر مرد مسلمان برای او مسلمان ها از خزینه خودشان پول میدهد. واتقوا الله الذی انتم به مؤمنون. و شما بترسید از الله که به او ایمان دارید. اکنون میرسیم به آیت 12 که آیت 12 ندا به پیامبر است و طرز امتحان کردن زنها یا بیعت کردن زنها. پیامبر میدونید که خواهران عزیز هر با مردها بیعت کرده بودن. بیعت پیامبر با صحابه ها رو در بخاری و مسلم انشاءالله میخوانیم باذن الله که پیامبر به آنها میگفتن با من بیعت کنید، دست آنها رو گرفته دست مردها رو که شما به الله پیامبر ایمان دارید و به من کمک میکنید، در همه حالت در نزد من میستید، دروغ نمیگویید، حرام نمیخورید. و آنها هم قبول میکردن بیعت پیامبر را و جهاد میکنید. و در این آیت الله چی میگوید؟ الله میگوید در آیت 12 سوره ممتحنه یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن بالله شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحیم. ای پیامبر، وقتی به نزد تو مؤمن زنها آمدن و آنها با تو بیعت میکنن، بیعت معناش عهد و پیمان میبندن،
یعنی زنها به نزد تو می آیند، مسلمان زنها، و با تو عهد و پیمان میکنند. چی گفته عهد و پیمان میکنند؟ یکمش الا یشرکن بالله شیئا، این که اصلا به الله شرک نورزند. یعنی یکم شرط بیعت یا عهد و پیمان با پیامبر چی بود؟ این که زنها به پیامبر میگفتند پیامبری الله، ما دیگر اصلا به الله شرک نمیورزیم. الا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن، و اصلا دزدی نمیکنند، ولا یزنین، و اصلا به زنا دست نمیزنند، چه آشکارا چه پنهانی که در زمان جاهلیت نمود زناها بود. ولا یقتلن اولادهن، و هرگز فرزندان خود را نمیکشند. نگاه کنید، الله گفت ای زنها، یعنی وقت زنها به نزد تو آمده میگویند، یا وقتی به زنها برای بیعت میآیند، تو به آنها میگویی که شما با من عهد و پیمان کنید که به الله شرک نمیورزید، اصلا به دزدی دست نمیزنید، چه در خانه شوهر چه در بیرون. که در همین مناسبت سخنی هند را آوردگی هستند که هند همسر ابوسفیان وقتی همین کلمه رو پیامبر میگن که بیعت کنید که شما اصلا دزدی نمیکنید، او میگه یکی از شوهر دزدی کنیم چی؟ یعنی شوهر خیلی بخیل باشد و به ما اصلا برای خودمان و شکم فرزندم و پول ندی، هرچی این هم دزدی می شود. که پیامبر میگویند نه، اگر کمی فقط به خاطر ضرورت و شکم سیرشوی باشد به اون دزدی حساب نمیشوی میگن. و چی میگن دوامش پیامبر؟ یعنی شما زنا نکنید و فرزند نکشید. فرزند کشتن رو بعد از زنا آورد، چون که خیلی زیاد هستند زنهایی که هم مرتکب زنا میشوند، از آن هم بدتر مرتکب کشتن فرزند. ولد زنا است، باید کشته شود. همین خیلی نیست؟ یک بار این رو آورد. و امام قرطبی میگن وقتی اینجا الله میگوید و اصلا با تو عهد و پیمان کنند که این زنها فرزند را نکشند، یک نمود فرزند کشتن همان سقط ابورت است که من گشته و برگشته میگم خواهرها ابورت به گفتن آسان است، اما کشتن فرزند است. شما بچه خودتان را میکشید، فرزند خودتان را میکشید تا آمدنش. و یکی از شرط های بیعت چی بود؟ این که عهد و پیمان ببندید که اصلا فرزند خود را نمیکشید و زنا هم نمیکنید، چه فرزند را در شکم کشتن باشد چه بعد از تولد شدن از عار و ناموس. یعنی این از زنا شد یا این دختر شد، گفته که در زمان جاهلیت دختر کشی دیگر بود بکشن. بعد از این میگوید ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، و اینکه اصلا با بهتان، با گپ‌های بافته که از دهانشان یا از عورتشان می آید نگویند. از دهانشان یعنی کسی را تهمت نکنند، خبرکشی نکنند، با دهان خود تهمت نکنند. و این چنین اصلا یکی مثلا فرزند به دنیا آمد و از شوهرشان نیست، این فرزندی تو گویان بالای شوهر بار نکنند. ولا یعصینک فی معروف، و این که تو را در هر معروفی که در هر خوبی که یا چیزی امری که آنها را امر میکنی اسیان نورزن. هرچی تو میگویی چی گویند؟ سمعنا و اطعنا، پیامبر الله تو گفتی ما قبول کردیم. و در همین جا خواهران عزیز زیاد روایت ها به این آمده است که و وقتی که تو به آنها میگویی در عزاها داد و فغان نکنید، روکنی و موکنی نکنید، گریبان چاکی نکنید. یعنی در جاهلیت به حد داد و فغان میکردن در عزا و وقتی یک نفر میمرد. اینجا آمده است که اساسا در همین جا در همین باره هم پیامبر با زنها گفته بودند که شما به من عهد و پیمان کنید که از این به پس با صدای بلند، با هزار و یک سخنهای ناامیدی و به الله ناراضگی داد و فغان کرده گریه نمی کنید. گریه با آبی چشم همیشه درست است. این نشانه رحمدلی هست، نشانه رحمدلی هست. اما داد و فغان با زبان گریه کردن و صدا رو از حد بلند کردن، این چی است؟ نشانه نارضایی به الله هست. و هرگز نکنن هر چیزی که تو آنها رو امر کردی از آن نه نگفته اطاعت کنن. و در دوامش فبایعهن، در این وقت با آنها بیعت کن. یعنی وقتی همین چیزها رو به آنها گفتی و قبول کردن که ما پیامبر الله، ما فرزند خود رو نمیکشیم، ما به زنا دست نمیزنیم، ما به تهمت گفتن و دروغ گفتن و هر چی گناهی زبان است به آن نمیرویم، و این چنین ما دزدی نمیکنیم، ما هر چی تو میگویی ما قبول داریم، پس به آنها بیعت کن. آنها مؤمنای حقیقی هستند که بیعت کن. و استغفر لهن الله، و از الله برای آنها طلب مغفرت کن. حضرت عایشه میگویند، حدیث در بخاری هست که میگویند پیامبر دست زنها رو قپیده بیعت نمیکردن. پیامبر همین چیزها رو به زنها میگفتن.
زنها این رو قبول میکردن. بعد از این پیامبر میگفتن با همین گفتهتون بیعت شما قبول است. و بعضا در نزدشان حضرت عمر بود. بعضی زنها اگر جمع اویان، پیامبر حضرت عمر رو میفرستادن که حضرت عمر زنها رو جمع کرده سلام علیکم و علیکم السلام، حدیث در مسند امام احمد است، به آنها سلام میدادن، از آنها جواب میگرفتن. بعدا میگفتن به همین اگر شما مسلمان شده آمدید باید بیعت کنید که شما اصلا چی نمیکنید، دزدی نمیکنید، زنا نمیکنید، اولا به شرک دست نمیزنید. آنها قبول کردن بیعت شما قبول میگفتن. ببینید همینجا خواهران عزیز، از زنها از دهان خودشان پیامبر ایمانشان را میگرفتن. همین خیلی نه، با اونها نشسته بیعت میکردن، با جمعی زنها نشسته صحبت میکردن. چه خیلی که سال فتح مکه، سال 8 به مکه میروند، همراهی همسری ابو سفیان که الکی هند مسلمان شده و توبه کرده بود، در کوه صفا میگویند با جمع زیاد زنها پیامبر صحبت میکنند و به آنها امر معروف میکنند. یعنی پیامبر زنها رو همین رو تو، یعنی اینجا جای زنها نه، مردها فهمند شد این گپ نبود. امروز اکثریت مصیبت ما در چی است؟ این کاری زن نیست و این چیز نباید زنها دخالت کنند. اصلا زن چی و کتاب چی، اصلا زن چی و دعوت چی، اصلا زنها بروند تولد کنند، خانه تازه کنند، گفتی شوهرشان گوش کنند، همین کفایه است. برای زنها هیچ لازم نیست. اما پیامبر این گونه نبودن. چرا در این مسئله کسی پیامبر رو پیروی نمی‌کند؟ اینقدر سنت پیامبر، از سنت پیامبر فقط زنی دوم و سوم مونده است. اینها سنت پیامبر نبود. پیامبر مخصوص وقت جدا کرده بودند برای بیعت کردن با زنها، صحبت کردن با زنها، امر معروف کردن با زنها. در عید خطبه می‌خواندند، باز به طرف زنها می‌رفتند و بین زنها خطبه می‌خواندند که بلال هم راهشون بود. زنها با پیامبر سوال و جواب می‌کردند. زن امروز عورت شد، صدایش هم عورت است، خودش هم عورت است، علم خواندنش هم عورت است، هر چی حقش است عورت است. دیگر می‌بینید که زن مسلمان رو علل خصوص این در جامعه ما هست. در یگان دولت‌های اسلامی بجز همان دو سه کشورهای آسیای میانه و بعضی دولت‌های قفا مانده این چیز را نمی‌بینید. با کدام دولت عرب روید می‌بینید که زن قدرش در کجا هست و ما در کجا هستیم. یعنی پیامبر چگونه به زنها اهمیت داده بودند و در ما چگونه زن را نگاه میکنند. زن همیشه مخلوق پایان است که او چه خیلی که میگویند آمد که خدمت تو را کند، اما دیده ایستاده که با خدمت کردن نشده ایستاده است. یعنی همون مردهایی که از دست همون زنهای خدمتگار برآمده ایستادن در چه حالت هستند. و الله در دوامش میگوید و استغفر لهن الله ان الله غفور رحیم. و پیامبر بعد از این بیعت ها، بعد از این صحبت ها به زنها، وقتی زن مسلمان اینها رو قبول کرد، خالصانه با ایمانش به نزد تو آمد که کاش از جمله اون زنهایی بودیم که در نزد پیامبر زانو زده بیعت میکردیم که نصیب ما نبود است. و پیامبر یعنی تو برای آنها طلب مغفرت کن و پروردگار بخشاینده و مهربان است، غفور و رحیم است به هر گناهی که پیش از این کرده بودند در جاهلیت. و با آخران آیت این سوره، آیت 13 خواهران عزیز که ممتحن 13 آیت دارد، الله میگوید یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله علیهم قد یئسوا من الاخره کما یئس الکفار من اصحاب القبور. ای آنهایی که ایمان آوردید، اصلا موالات یعنی دوستی نزدیکی نکنید با قومی که الله بر آنها غضب کرده است. هر کافر، هر مشرک، هر یهود و نصرانی غضب شده ای الله هستند. با آنها دوستی نکنید. ما گفتیم خوبی کردن چیز دیگر، دوستی کردن چیز دیگر. دوستی یعنی با او میروی و سر و اسرار میگویی. دوستی این که تو هر مشکلیه که یا حتی هر کفری که او دارد قبول داری و دهان باز نمیکنی. این گونه دوستی ممکن نیست برای مسلمان با کافران. و آنی که با اسلام دشمنی دارد، آنی که با اسلام دشمنی دارد، با او دوستی کردن ممکن نیست، برای اینکه او قومی است از غضب شده های الله. الله میگه با آنها دوستی نکنید. اینها از آخرت ناامید هستند. اینها به ثواب و به جزای آخرت امید ندارن. اینها به جنت و دوزخ امید ندارن. فکرشون فقط همین دنیای دو روزه است. کما یئس الکفار من اصحاب القبور. چه خیلی که کافران میدونن که دیگر آنهایی که در قبر هستند بر نمیگردن، ناامید هستند از بازگشتن آنهایی که در قبر هستند. اینها هم از آخرت ناامید هستند. با این ناامید شده ها، با اینهایی که به جنت و به دوزخ الله امید ندارن، اصلا دوستی نکنید. باز الله در آخران هم این آیت را به ما میگوید که ای مسلمان هوشیار باش، این دنیا جای دوستی کردن با کافر نیست، که انشالله باز میخوانیم و حتی از خش و تبارانی نزدیکت باشد. اینجا الحمدلله خواهران عزیز در دو
درس سوره ممتحنه را تمام کردیم. و همین آیت ها اگر سوال ها باشد از آن میتوانم بگیرم.